دیروز در واشنگتن پنجمین دوره رایزنی‌های دوجانبه سالانه میان جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار شد. بنا به گزارش روابط عمومی وزارت امور خارجه، در این رایزنی‌ها از طرف جمهوری تاجیکستان وزیر امور خارجه سراج الدین اسلف، معاون اول وزیر رشد اقتصاد و تجارت سید رحمان نظریف، رئیس کمیته امور دینی و تنظیم جشن آیین‌ها سلیمان دولتزاده و دیگر نمایندگان نهادهای کشوری شرکت کردند. از طرف ایالات متحده در این رایزنی‌ها یاور وزیر امور خارجه آمریکا نیشا دسای بیسوال و برخی از نمایندگان شورای امنیت ملی، وزارت‌های تجارت و کار، سازمان آمریکایی رشد بین‌المللی و دیگر نهادهای رسمی شرکت کردند. هیئت‌ها مسائل همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی و سرمایه‌گذاری را بررسی کرده و در مورد همکاری در مسائل امنیتی، آزادی دین، رسانه‌ها و حقوق بشر تبادل نظر کردند. امروز قرار است که سراج الدین اسلف با مشاور وزارت امور خارجه آمریکا توماس شنون و معاون وزیر انتونی بلینکن دیدار و مسائل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بررسی کند. رایزنی‌های سالانه دوجانبه میان تاجیکستان و آمریکا از سال 2010 آغاز یافتند و هدف از برگزاری آنها ایجاد اعتماد، اجرای برنامه‌های مشترک و پیدا کردن فرصت‌ها برای همکاری دوجانبه و مسائل منطقوی میباشد. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که آمریکا از طریق این رایزنی‌ها و گفتگوهای دیگر در سطح عالی روابط خود را با تاجیکستان که شریک مهم آن در آسیای مرکزی است، تقویت می‌بخشد.